یکی از دوستان منتقد گفته بود که عطاران برای اینکه مردم رو بخندونه حاضر شلوارش هم بکشه پایین و من الان واقعا به جای رسیدم که حاضرم. وقتی هنر برای هنر باب میشه، خنده مردم هم به شلوار این هنرمند بند میشه. اما جمشید مشایخی این فضاحت رو تاب نیاورد. آقای رضا عطاران، شما برای اینکه مردم بخندن میتونستین بگین من از بالای درخت چنار یا تبریزی میپرم پام بشکنه که مردم بخندن. اون سخنی که من روم نمیشه اینجا بگم و چاپ شده. آقا تو درس اخلاق با ملت ایران بدی. آقای عطاران، جایزه به شما میدن به خاطر بد اخلاقی. ببخشید اینو میگن ادب. اون حرف شما بسیار بی‌ادبانه بود. حشمت الله خان، ببخشین امروز رفتیم بیمارستان؟ نه، یعنی وقت نکردم که برم. معلوم نیست خواهرم چند وقت باید بستری باشه. متوجه نشدین چی پرسیدم؟ چرا؟ ممکنه 2-3 روز دیگه بیاد. متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. فریاد میکنی شب به این خونه هیچ شخصی صدات به گوش فلک هم نمیرسه. من خواهر زن تو هستم، زن بیچارت. تو خجالت نمیکشی؟ بس چی؟ دیگه برای من فرقی نمیکنه. من امشب کار یکسره میکنم. بسته هرچی برای تو خارج جون کردم. اشتباه میکنی. این ثروت مال تو هم هست. گوش کن حشمت الله خان، این جریان تا ابد که پنهون نمیمونه. بالاخره آبروت میره، همه میفهمن. اما اگه ولم کنی قول میدم به هیچ کس چیزی نگم. قسم میخورم. منم باور کردم کاری رو که شروع کردم باید تموم کنم. تو با این کارت خواهرمو به کشتن میدی. اون آخرش میفهمه و دق میکنه. وقتی تو از بین رفتی هیچ کس نمیفهمه. میخوای منو بکشی؟ آره ولی اول نه، فکر خواهرمو بکن. نه، کی فکر منو میکنه؟ تو باید ببینی تا من راحت باشم.